فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شخصی: سلام، سجاد هستم. آیا تقلب در امتحانی که درس دادن دبیر خوب نیست و به دفتر یعنی اداره اون مدرسه یا دانشگاه میگیم دبیر را عوض کنید و نمیکنن جایز است یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به صورت کلی در دین مبین اسلام تقلب و فریبکاری یکی از امور محرم هست و گناه، و در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا فرموده من غشنا فلیس منا، کسی که ما را بفریبد و با ما فریبکاری بکند از ما نیست. و یک فرد مؤمن که معتقد به موازین شرعی و اخلاقی باشد هیچگاه دچار تقلب نمی شود. و بالفرض اگر تصور بکنیم از نظر شرعی واقعا این یک حکم سنگینی رو داره، یک فردی با تقلب در امتحان نمره آورده باشه، با تقلب یک مدرکی رو در واقع گرفته باشه و با همین مدرکی که تقلبی هست و قلابی هست سر کاری برود، از نظر شرعی حتی اون کاری که به اون رسیده و اون درآمدی که دارد این در واقع از طریق همون تقلب بوده و خالی از اشکال نیست. پس بنابراین فریبکاری در هیچ موردی حتی در امتحان، ولو این که به بهانه این باشه که دبیر و درسش خوب نبوده، تفهیم نداشته، به هر صورت تقلب جایز نیست.